سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 26 مارس همراه شما. شورای علمای تاجیکستان کشتن و آتش زدن جسد فرخنده دختر 27 ساله در شهر کابل را محکوم کرد و آن عمل را تندگرایی و تعصب نامید. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان روز 26 مارس در صحبت تلفنی بر رادیو آزادی گفت این عمل تعصب گروهی از مردم را نشان می‌دهد و مخالف فرموده‌های کتاب قرآن است. بعضی از انسان‌هایی که از روی تعصب، از روی دوری از دین، عمل‌های تندگرایی و بی‌عقلی و بی‌خردی انجام میدن، این معنی را ندارد که مسلمان گناهکار است. یعنی در اینجا اسلام گناهکار نیست. کاری را انجام دادن که مقابل و مخالف قرآن است. روحانی تاجیکی از کویت با رادیو آزادی صحبت میکرد. گفت قتل بیرحمانه فرخنده با اتهام آتش زدن کتاب قرآن به نام دین اسلام اسناد می‌آورد. روز 19 مارس گروهی از مردان و جوانان خشمگین در شهر کابل فرخنده را در نزد یک مسجد شهر با این ادعا که گویا کتاب قرآن را آتش زده است لط و کوب کرده کشتند و سپس جسدش را آتش زدند و بعد دریای کابل انداختند. این حادثه خشم مردم افغانستان و حامیان حقوق در سراسر جهان را برانگیخت. در تاجیکستان روز جمعه 27 مارس انتخابات وکیلان مجلس ملی پالاتای بالای پارلمان برگزار می شود. در کمیسیون مرکزی انتخابات روز 26 مارس به رادیو آزادی گفتند انتخابات در 5 حوزه صورت می گیرد و در آنها 25 نامزد به کرسی های مجلس ملی پیشبری شدند. وکیلان پالاتای بالای پارلمان را نمایندگان مردمی شهر و ولایت ها پیشبری می کنند. مجلس ملی 33 وکیل دارد و 8 نفر آنها را رئیس جمهوری تاجیکستان تعیین می کند. در انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان پالاتای پایینی پارلمان که روز 1 مارس برگزار شد، اکثریت کرسی ها را نمایندگان حزب حاکم خلق دموکراتی صاحب شدند. هرچند به گفته ناظران بین المللی انتخابات تاجیکستان موافق به معیارهای دموکراتی صورت نگرفت. سفیر نو بریتانیا در تاجیکستان گفت برای تقویت همکاری‌های دوجانبه سعی می‌کند و کشورش به هیچ وجه قصد دخالت به امور داخلی تاجیکستان را ندارد. هیو استنلی فیلپات روز 25 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت هنگام سپردن اعتمادنامه به رئیس جمهور امام علی رحمان گفته است که گسترش روابط و همکاری‌های دوجانبه و تامین ثبات و امنیت در منطقه از هدف‌های اصلی مأموریتش در تاجیکستان میباشد. هیو فیلپات آخر سال گذشته جایگزین رابین آرت اسمیت دیپلمات دیگری بریتانیایی شد. پرویز جان یعقوبوف یک افسر میلیسای شهر خوجند که از خودکشی یک زن در رود سیر پیشگیری کرد میگوید نجات دادن زن وظیفه‌اش بود و هیچ قهرمانی نکرده است. پرویز جان یعقوبوف روز 26 مارس بر رادیو آزادی گفت این حادثه روز 25 مارس رخ داد و موزونه زاکروی 28 ساله که میخواست خودکشی کند مشکلاتی عائلوی داشته است. این تلفن کرد شخص نامعلوم گفتم خیلی اول ما خودش میپافتاد گفت سیده رفتم بینم روزه آب کده برفت گفت من آفشش خودم طرف درامنت ببایشتی اما شخص ایران بروندم وای من تیله کرد نبیو گفت. وزارت امور داخلی تاجیکستان رفتار پرویز جان یعقوبوف را دلیری و جسارت برای نجات جان انسان نامیده و به این افسر جوان میلیسا تحسین گفته است. موزون زاکرova که شوهر و فرزند داشته است بعد معاینه طبیبان به خانه‌اش برگشته است. سالانه در تاجیکستان تقریبا 400 زن با سبب‌های گوناگون از جمله زورآوری و مشکلات اجتماعی قصد جان خود می‌کنند. تلویزیون دولتی جهان‌نمای تاجیکستان برای استفاده از تکنولوژی‌های نو در پخش برنامه‌هایش جایزه بین‌المللی تاج برای صفت را صاحب شده است. عبدالمجید حکیمزاده رئیس تلویزیون جهان‌نما روز 26 مارس بر رادیو آزادی گفت جایزه را مؤسسه تجارتی اسپانیایی بیزنس اینیشیتیو دایرکشنز و شبکه آنها هدیه کرد و گفته او این جایزه را شام 22 مارس در یک مراسم باشکوه با شرکت نمایندگان تقریبا 80 کشور تقدیم کردند. عبدالمجید حکیمزاده گفت جهان‌نما طی چند سال اخیر توانسته است برنامه‌های خود را اکثراً با تکنولوژی‌های نو رقمی ثبت و نشر کند. تلویزیون دولتی جهان‌نما چند سال پیش به کار شروع کرد و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه